نحوه سواب فری کردن حساب آلپاری. سواب فری به معنی حذف سواب شبانه از حساب‌های تجاریه. ابتدا مطمئن بشید که هیچ پوزیشن باز یا سفارش معلقی در هیچ یک از حساب‌های معاملاتی خود ندارید. دقت داشته باشید نیازی نیست که حتما در حساب تجاری خود شارژ انجام داده باشید. به محض افتتاح حساب میتونید حساب مورد نظر رو سواب فری کنید. سپس وارد کابین شخصی خود بشید و مراحل زیر رو به ترتیب انجام بدید. از منوی سمت راست بر روی گزینه حساب من کلیک کنید و زیر منوی حساب‌های تجاری رو انتخاب کنید. روی شماره حساب مورد نظر کلیک کرده و گزینه بررسی حساب رو انتخاب کنید. لطفاً فایل موجود در این بخش رو به خوبی مطالعه کنید. در پایین صفحه با کلیک بر روی بلی میتونید حساب مورد نظر خود رو سواب فری کنید. از این به بعد با باز کردن پوزیشن یک دوره زمانی خاص با نام دوره مجاز که شامل روزهای کاری و غیر کاریه ایجاد میشه که طی اون پوزیشن مشمول سواب شبانه و هزینه روزانه نمیشه. ولی اگه پوزیشنی بیشتر از دوره مجاز تعیین شده باز بمونه مشمول هزینه روزانه خواهد شد. دوره مجاز و هزینه روزانه در جدول فایل موجود در همون بخش در مقابل هر ابزار معاملاتی نوشته شده. مقادیر هزینه روزانه بر اساس قیمت مارکت متغیره.